چو خواهی رهیدن مر از بندگی، بپیما رهی آفرینندگی. درود و پیام‌های فراوان بینندگان ارجمند تلویزیون سینما، نشر نوبتی برنامه آفرینندگی است تقدیم شما. برنامه امروزه ما هم در حاشیه همایش بین المللی علمی نظریوی تحت عنوان سهم ابن سینا در رشد علم، فلسفه و تمدن جهانی که 4-5 نوامبر سال جاری در مجلسگاه اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان برگزار گردید و دایره‌های علمی و فرهنگی و مدنی و اختصاصی و خارجی و داخلی را فرا گرفته بود. گزارش‌های گوناگون صدا داد و 4 بخش تقسیم شده بود. در هر یک بخش 20 گزارش علمی اختصاصی شنیده شد و در دایره یکی از این بخش‌ها که با عنوان فلسفه ابن سینا بود، دکتر بشیر عزیزی هم سر موضوع ابن سینا تجربه گرای ارسطویی با پوشش نوافلاطونی صحبت جالب اختصاصی انجام دادند و در حاشیه همین همایش استاد دکتر بشیر عزیزی را که 2 سال اخیر در انستیتوت فلسفه، سیاست شناسی و حقوق برنامه بهاءالدین و اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان من حیث پژوهشگری آزاد فعالیت میکنند دعوت کردیم تا سر اون مطلب اختصاصی که اونجا ارائه داشتند و صحبت و بحث و مجادلات رو هم به بار آورد اینجا صحبت کنیم. استاد خوش آمدید به برنامه ما. تشکر. سلامت چندین برنامه باشین. با حضور استاد یادآور میشم که چندین برنامه با حضور استاد دایر کردیم و همین گونه سلسله برنامه ادامه می‌یابند و این صحبت ما در حاشیه 1045 سالگی فرزانه ملت تاجیک ابن سینا صورت میگیرد و از همون دایره مطالعاتی که در این مقاله انجام دادید، زیاد پژوهش‌های زیادی هم کردید و اون در شکل یک مقاله کلان منسجم کردید و چاپ هم شده است. میتونن بینندگان ما از اونجا استفاده برن از موادی که در همایش چاپ شده است. در حجم 1200-1300 صفحه چاپ شده است. در اونجا مقاله استاد هم هست. استاد از همینجا شروع میکنیم که ابن سینا به صفت تجربه گرای ارسطویی با پوشش نوافلاطونی، اینجا 2 مسئله هست. یکی رابطه ابن سینا با ارسطو و فلسفه ارسطویی و دوم رابطه ابن سینا با فلسفه نوافلاطونی. بله. همین 2 سوال مطرح میکنیم و از اون شروع میکنیم که در کدام موقع ها ابن سینا تجربه گرای ارسطویی بود و از ارسطو پشتیبانی و دفاع کرد و اون استفاده برد، از فلسفه اون استفاده برد، اون ترغیب کرد در عصرهای میانه اسلامی و در کدام موردها و موقعها از نوافلاطونی یا که فلاطین استفاده برد. بفرمایید استاد. تشکر از اینکه فرصت مساعد شد که در چنین مناسبت بسیار خجسته تجلیل از 1045 سالگی سال روز شخصیت بزرگ علمی فلسفی سینا ما زمینه از این فراهم شده که صحبت بکنیم. دیروز در کنفرانس بین‌المللی سمپوزیوم بین‌المللی هم در این مورد صحبت هایی بود از طرف دانشمندا، پژوهش هایی داشتن. من برای زمین تریبون برای همه همزبانان، همدیاران و کسانی که به فلسفه سینا، به اندیشه سینا و آموزه های از او باور دارن و از او بهره گرفتن تبریک میگم و از اکادمی علوم سپاسگزار هستم که زمینه را مساعد ساخته دانشمندان در اونجا بیاین درباره اندیشه ها و میراث علمی و فلسفی سینا صحبت بکنند. سپاسگزاری میکنیم. البته سینا یکی از شخصیت های بسیار برجسته در تاریخ علم و فلسفه هستند. شخصیت چند بودی دارند که بسیار مشکل است در چند جمله آدم خلاصه بکنم. یکی از بزرگترین شخصیت های است که هم در عرصه علم و هم در عرصه فلسفه، یعنی در هر دو حوزه بیشترین تاثیر را در میان همه فلاسفه اسلامی و فلاسفه قرون وسطایی در عرصه و مقیاس جهانی از خود به جا گذاشت. ما فلاسفه زیاد داریم یا دانشمندان زیاد که در یک عرصه، مثلا طب یا مثلا
شیمی یا مثلا بیولوژی یا مثلا منطق تاثیر داشته، ولی سینا در هر دو حوزه بیشترین تاثیر در مقیاس کل جهان داشته است. شما ببینید کتاب سینا قانون در طب از قرن 12 تا قرن 18 باعث منبع اساسی علوم طبی در جهان غرب است. کتابی روی میزی بود. بله روی میز بود و بر دانشگاه ها به او اساس بسیار مهم است که ما درباره سینا تحقیق بکنیم. مخصوصا این سوال مطرح باشه که همه معلوم است که سینا در فلسفه راه ارسطو را دنبال کرد. در زمان که افلاطون و ارسطو مکاتب فلسفی را ایجاد کردند، دو راه یا دو شیوه یا نگرش به جهان وجود داشت. نگرش افلاطونی جهان ایده ها بود و معتقد بود که این جهانی که ما هستیم سایه از اون جهان واقعی، نسخه از اون جهان مسلم است. ارسطو دیدگاه جدید را مطرح کرد و او میگفت که نه، جهان واقعی همین جهان است که ما در اون زندگی میکنیم و برای دانش درباره عالم بهترین منبع معرفت همین دنیا است. ما بار دیگر هم داریم. بنان سینا در میان افلاطون و ارسطو راه ارسطو را دنبال کرد. به چی معنا؟ در مکتب ارسطو عمدتاً برخلاف مکتب افلاطون که به متافیزیک و ریاضی بسیار توجه بود، اینها به مسائل عملی پرکتیک روزمره، به نباتات، به حیوانات، به زندگی روزمره توجه بود. لیسیوم ارسطو بیشتر به مکتب که در اونجا کتابای تئوری خوانده شباهت داشت، بلکه به یک مکتب تحقیقاتی بود. بسیار میماند، یعنی شاگردان می آمدند در اونجا تحقیقات بکرد روی حیوانات، روی نباتات، روی گلها، انواع مختلفش. حتی با شاگردان خود توصیه میکرد که شما برین در دولت شهرها ببینید که اساس قانونگذاری از بر مبنای چگونه شده است. یعنی اونا نه تنها بر علوم طبیعی، بر علوم اجتماعی هم، به سیاست هم پژوهش هایی داشتن و معلومات تجربی چی میکردن، معلومات جمع میکردن بر اساس تئوری سیاست خود بنا بکنن، فلسفه سیاسی خود. بنا دیده میشه که دو نوع مکتب بود. یکی مکتب ریالیستی بود که از ارسطو بود و یک مکتب ایدئالیستی بود. راه سینا امیرا بود و او میگفت که اگر در کتاب‌های ارسطو نمی بود، من به افلاطون به حیث یک فیلسوف حتی باور نداشتم، بیشتر من او را به حیث یک شاعر میبینم. این دیدگاه به همون خاطر است که او را پیشوای معلمان یاد میکنه و به حیث معلم اول یاد میکنن ارسطو را. بنان آنچه که سینا کرد راه ارسطو را در مطالعات خود، مخصوصا به حیث یک پزشک پیش از همه، او به روش تجربی ارسطو معتقد بود و مطالعات خودم در مشاهدات بالینی که کرد، تجربه‌ای که در مورد داروها بالای مثلا انسان‌ها و در جغرافیای مختلف، اقلیم‌های مختلف کرد، اینا همش نشان میده که راه ارسطو رو دنبال میکنه. یعنی در درک فیزیکی جهان کاملا در مکتب ارسطو است و به همون خاطر ما میگیم که دید سینا به مسئله طب هم، به مسئله بیماری، به مسئله سلامتی یک دید سکولار است، دید دنیوی است. یعنی علت سلامتی و بیماری را ارجاع نمیکنه به ماورای طبیعت، بلکه جستجو میکنه در همین، در آب و در غذا و در آنچه که در روی زمین، در باد و هوا و این گرمی و تبادل و مثلا پاکی و نظافت و این چیزایی که در همین دنیاست. یعنی علتش در همین زمین است و به این صورت است که ما با تأسف که سینا در او وقت 1000 سال پیش مثلا علت بیماری ها را جستجو میکرد در خود عوامل طبیعی که ما نتانستیم بعد از 1000 سال از خرافات و از تعویض و این چیزها دور شویم، که این راه سینا نیست. هنوز هم ببینید که در بسیاری قریه ها و اینجا برای جستجوی علت بیماری ها میرن به خرافات، به فال بینایی. بنان سینا پیرو راه ارسطو بود، درست، این گپ درست است که است، اما به طور 100% ارسطویی نبود. راه خود را از ارسطو جدا کرد
و هم در عرصه درک متافیزیکی جهان بود. برای که سینا در یک محیط اسلامی بزرگ شده بود، در جهان اسلام بود. در جهان اسلام باید به مسئله خلقت هم توجه می شد. باید، چون در اون عصر میانه فلسفه ارسطو یک از فلسفه های بسیار مسلط در جامعه فکری بشری بود و هر کس کوشش میکرد که به گونه یونانی به اندیشه، یعنی تفسیر کند جهان را. اما در درک تفسیر مشایی یا ارسطویی از جهان چند مشکل وجود داشت. یک از مشکلات امین مسئله خلقت بود. سینا با پیروی از فارابی سعی کرد که دین را با فلسفه آشنا بده، برای آشتی بده، برای اینکه اون وقت فلسفه ارسطو یا درک ارسطویی از جهان درک مسلط و علمی بود در جامعه. شما باید از آن جایی که همه چیز با درک علمی مطرح بود، باید شما سعی میکردید که این افکار دین را با اون آشتی بدین، که بگوین که این افکار دینی هم با منطق علمی و ارسطویی و فلسفی سازگاری داره، از این بیگانه نیست. برای همون کوشش میکرد که این دوتا را با هم آشتی بده. منتها مشکل اساسی در این بود که درک متافیزیکی ارسطو یک درک جهان شناختی بود و منبع همه چیز را در حرکت و تفسیرشان با چیزهای طبیعی نشان میداد. درک وجود شناسی نبود و خالق جهان، خدای را که ارسطو به او معتقد بود، به همچون باعث منبع فلسفهش و منبع حرکت جهان که غیر متحرک حرکت دهنده، او منبع را باعث خدا میشمارد، باعث محرک میشناخت و باعث علم کل میشناخت و در تاریخ یونان، در فرهنگ یونان، هر چیزی که بسیار مهم و خارق العاده باشه او را خدا مینامد. به او حساب او خالق از او با این خدای ارسطو با این جهان کاری نداشت و خلق نکرده این جهان را. این مسئله با وجودی که سینا ارسطویی بود با اندیشه اسلامی اون سازگار نبود. باید راه حل برای جستجو میکرد و راه حل از او بود که راه حل وجود شناسی بود. یعنی مسئله محرک اصلی نه تنها باید حرکت دهنده باشد، بلکه دنیا را باید خلقم وجودم آورده باشد. از همین جا راه سینا با ارسطو جدا میشه. ارسطو به این گپ معتقد نیست، اما سینا باید این کار را میکرد برای اینکه این خالق باید آفریننده هم باشه. این خالق کسی باشه که با خلق خود کارم داره، وحی هم میفرستد و پاداش و مجازات هم میکند. این کارها با فلسفه ارسطویی بیگانه بود. در با توجه به فضای عقیدتی که در اونجا مسلط بود، ابن سینا هم ناگزیر بود همچون فیلسوف مسلمان باید راه حل به این مسئله جستجو میکرد و کوشش کرد که به حساب فرض اثبات خدا را از راه فلسفی ثابت بکنه و ایمی نه تنها برای جهان اسلام یک مسئله مهم، یک آموزه نوین شد، بلکه از این فلاسفه یهودی و فلاسفه مسیحی، فلاسفه المایموندس در قرن مثلا 12 و همچنان اوگوستینوس در قرن 13، اینا از همین فرضیه سینا برای اثبات خدا، وقتی که شما دلایل را میبینید، همین تمام دلایل 3-4 دلیل از ابن سینا گرفتن. بنابراین دیده میشه که چگونه سینا در آشتی دادن تفکر فلسفی یا روش فلسفی با دین بسیار نقش اساسی در سطح جهان داشت. ولی سوال اساسی، خب این یک نوع نگرش بود، یک نوع، با وجودی که چنین نگرش سینا در مورد انتقاد برخی از فلاسفه متکلم شرق قرار گرفت، از جمله امام غزالی، ولی او معتقد بود که ما اگر دینداری می داشته باشیم باید منطق داشته باشیم. ما اگر وقتی چیز را ادامه کنیم باید استدلال بکنیم. یعنی کوشش میکرد یک سنت عقلانی در میان جامعه فکری ما باید مسلط باشد، در حالی که امام غزالی فکر میکرد که فلسفه برای ایمان مثلا خطرناک است، باعث سستی ایمان می شود. و یک از دلایلی که فلسفه بعد از سینا در جهان اسلام رشد نکرد، برخورد مثلا
امام بسیار بزرگ بود امام غزالی و در مدرسه بغداد مسئول بود و مفتی بود و به نقش بسیار زیاد از طرف خلفای همون زمان حمایت میشد. گفته شد که فلسفه برای نهادهای دینی خطر است. از همون خاطر است که فلسفه از نهادهای دینی دور شد. از خود جامعه و هوشیاران. البته که در جامعه من به شما باید بگویم که فلسفه کار نخبه ها بود. فلسفه کار همگانی نبود. مثل که ما در جامعه فیزیک، کیمیا، بیولوژی، ریاضی، جغرافیا در مکاتب این طور نبود. در اون وقت همون وقت هم کار نخبه ها بود. یک گروه معین به فلسفه می پرداختند چون از بیرون آمده بود. این روش طرز تفکر اصلا بعد از اینکه فلسفه از اسکندریه اونجا مجبور میشه که باید به وسیله شاههای که با مسیحی بودن و مخالف فلسفه مثلا افلاطون بخصوص ارسطویی بودن، فلسفه را راندن از اونجا. از اسکندریه آمدن به طرف همین سوریه و به طرف بغداد و به طرف فارس آمده این دانشمندان. اینجا محل یعنی اون فلسفه نو افلاطونی و پلاتینی از اونجا کوچ بست آمدن در این حوزه باعث ازی شد موازی پیدا کرد. یعنی یکی از دلایل ازی که ما به یک سوالاتی که ما مطرح کردم که چرا فلسفه سینا در جهان اسلام دیگر گسترش و استمرار نیافت، یکی از دلایل اساسیش هم چند دلیل است. البته دلیل سیاسیش مسئله حمله هجوم مغول است که همه نهادها را از بین بردن. دلیل دیگرش دلیل سیاسی دیگه میشه که در اونجا دولت‌های مستبد غیر دموکراتیک میراثی بود و دیگری که فلسفه را خطرناک برای نهادهای دینی از طرف امام غزالی اعلان شد. وقتی که تمام مدرسه‌ها فلسفه را به یک پدیده خطر برای و یا سستی، ضعف ایمان فکر میکنن، دیگه فلسفه جا نداره. این نکته بسیار اساسی دیگر بود و دیگر ای که البته که بعد از اون در ایران اینجا فلسفه ماند روش که مثلا در مولا صدرا مثلا داماد اینا، اما فلسفه تشیعی شد. فلسفه بعد در عرفان رفت، عرفانی شد و با مکتب هایی که در دمشق و در مصر و اینجا بودن رابطه قطع شد. اونا سنی بودن. بنان ببینیم که اگر ماند فلسفه هم در حوزه در زیر تأثیر تشیع ماند. از اون خاطر است که ما بعد از سینا و ابن رشد فیلسوف بزرگ دیگر نداریم در تاریخ. استاد اون سوال اخیرونه که میتیم که یکم با اونم توجه کردید که چرا بعد ابن سینا با اون تلاش هایی که شدن مثلا ابن رشد اون تبرئه کردن خواست و کتابم نوشت در این زمینه، چرا همین فلسفه به عنوان علم اساسی، به عنوان علم آگاهی، علم آزاداندیشی، علم تقویت روحی و روانی و فکری و علم تحرکی عقلانی نتونست که جایگاه پیدا کند و حاشیه رفت؟ یک مسئله اساسی است که در غرب انقلاب علمی تکنیکی رخ داد. مسئله انقلاب کوپرنیکی عامل ازی شد که دیگر حتی نظریه فیزیکی ارسطو دیگر نظریه مسلط نشد. دیگر زمین مرکز نظام شمس نبود و اونجا میفتن که زمین از خاطر انسان آفریده شده، به خاطر مقدس است. وقتی که کوپرنیک آمد زمین را از جای مرکز کشید در باعث یک سیاره، یک از سیارات، دیگر جای تقدس نداشت. این مسئله بسیار برای همین بود که گالیله که نظریات کوپرنیک مثلا تعقیب میکرد مورد با کفر متهم شد، با کفر گویی متهم شد و دستگاه تفتیش عقاید دستگاه عقاید او را گفتن که تا آخر عمر باید این در خانه حبس خانگی باشه. این یک گام بسیار بزرگ بود، ولی اونا در اونجا موفق نشدن. از قرن 12 فلسفه خود را از زیر تاثیر کلیسا باعث یک مضمون مستقل در دانشگاه ها شروع شد که باید درس داده شود. و بعد از اینکه انقلاب علمی تکنیکی در اونجا رخ داد، حادثه دوم رفرم مذهبی بود. رفرم مذهبی در داخل کلیسا نقش مطلقه کلیسا را تضعیف ساخت و ای که مردم به زبان مثلا مارتین لوتر گفت که مردم میتونن به زبان آلمانی خودشان مثلا بایبل بخوانن. این باعث ازی شد که نقش نهادهای دینی کلیسا تضعیف شد و مردم مستقیما رابطه خود با خدا برقرار میکنن و نقش او زبانی که تنها لاتینی که در انحصار کلیسا بود
او از دست رفت. مردم به زبان عمومی آلمانی مثلا بایبل گرفتن. مثلا بسیاری وقت که اجازه نمیدن که قرآن به زبان فارسی ترجمه شود، علت چیست که فقط در انحصار در ما چی استاد کن؟ حالا ما به شما در ما چی شد؟ در ما این علومی که در اونجا مثلا مثال تا امروز در بسیاری محافل ما ببینید که باور ندارد که زمین مرکز شب نباشد. تا به حال در بسیار قریه ها همین را تبلیغ هم میکنن. تا به حال معتقد به انقلاب علمی و تکنیکی که هستن نیستن. حتی ببینید که در افغانستان ببینید که به همه پدیدهایی که مدرن هستن همیال مخالفت صورت میگیره. تلویزیون، تلفن، تکنولوژی، اینا همه چیز ببینید مجسمه ها حتی که ساخته میشه. مثلا مجسمه سینا اجازه نیست که مثلا در افغانستان جایی که پدر سینا از بلخ به طور مثال بوده در اونجا. یعنی امروز هم در فضای ما امروز هم فلسفه و علم به صفت محرک‌های اساسی تحولات فکری امروز هم نتوانستند که نهادینه شوند. بله، جای پای خود به خاطر برای فلسفه چیز مهم چی است که فلسفه عبارت از سوال کردن است. سوال را پیش خود نگاه نکنید از ترس هیچ کسی. وقتی که زمینه برای سوال کردن آزادانه میسر نباشه دیگه شما جایی برای فلسفه ندارین. شما برای که در از زمان امام غزالی تا بال تبلیغ شده که فلسفه نهادهای دینی را ایمان شما را سست میکند. برای نهادهای دینی برای فلسفه امکانیت موجودیت در پالوی تفسیر فقه و حدیث اینها اجازه ندارن. شما ببین در کدام مدرسه دینی ما فلسفه درس داده میشه؟ از همون زمان تا بالا نیست. اما در غرب بعد از اینکه عصر روشنگری که دین را از دولت وظیفه‌اش را جدا ساختن، دین اینطور نشد که اعتبارش کم شود، اعتبارش بلند رفت. برای اینکه به کار سیاست غرض نداره، به کار معنوی و روحانی و اخلاقی مثلا مصروف است. از همون زمان است که فلسفه ورزی حق هر کس شد. در هر جا شما میتونید سوالاتتان مطرح بکنید و وانتونستن که بعد از ارسطو فلاسفه بزرگ در همه قرون وسطایی اونا نتونستن فلسفه بزرگ معاصر بیافرینن، ولی بعد از اینکه انقلاب کوپرنیکی میشن، بعد از رنسانس شما ببینید دکارت می، شما ببینید اسپینوزا می، امانوئل کانت می، هگل می، ویتگنشتاین می، بله نیچه می. ببینید که شما دهات فیلسوف دارین که شما نمیتونید بگید کدامش از دیگر بهتر است. ولی ما بعد از سینا و ابن رشد دیگه کسی نداریم. اگرچه ابن رشد انتقاد کرد طائفه الفلاسفه امام غزالی را، در رد از او طائفه نوشته کرد، ولی اون بسیار دور بود. او در اندلس در اسپانیا نوشته کرد، ولی صدایش شنیده نشد تا و نه تنها صدایش شنیده نشد بلکه خودش هم به اتهام کفرگویی از دست کشید. می‌خواستم یک نکته را اضافه بکنم که در غرب از شرق کرده سینا بیشتر شناخته شده است. برتراند راسل بسیار قول بسیار معروف در مورد از او دارد درباره شخصیتش. برتراند راسل میگه سینا نویسنده دایره المعارف بود که در شرق در نتیجه مخالفت متکلمان تقریبا ناشناخته ماند، در حالی که آثار سینا از طریق ترجمه لاتینی آنها تأثیر زیادی در غرب داشته است. روانشناسی او ویژگی تجربی دارد. سینا در فلسفه بیشتر به ارسطو گرایش دارد، موضعش بیان میکند و در مقایسه با دیگر فیلسوفان اسلامی پیش از خود کمتر نو افلاطونی است. در پزشکی بیشتر از فلسفه شهرت داشت و در کتاب قانون در طب منبع اصلی علم طب در اروپا محسوب میشد. با این حال متعصبان مذهبی با او رفتار خوبی نداشتند. سینا به دلیل دانش خارق العاده‌اش در علم طب از حمایت حاکمان وقت برخوردار بود. سینا گاه با مشکلات و رفتار خصمانه سربازان ترک مواجه میشد و گاهی هم مجبور میگردید به مکان مخفی پناه ببرد و یا روانه زندان میشد. ببینید در همین چند سطر تمام ابعاد شخصیت بوعلی سینا و نوع برخورد با او گنجانیده شده است. و هم شما ببینید حتی در هلند که کشور بسیار کوچک دوردست است، 2 مکتب لیسه در دنهاگ و روتردام به نام بوعلی سینا است. اعتباری که ابن سینا در غرب دارد و تا این روز اعتراف شده است و باور داریم که در محیط های ما هم البته اونه که ما جشن میگیریم هر سال ابن سینا را سیناخوانی میشود، بدون شک اینجا کار بسیار زیاد شده است. معنی آن دارد که فلسفه ادامه دارد، جهانبینی فلسفی ادامه دارد و ریشه میگیرد و هر قدر اون ریشه دار میشود جامعه ما همون قدر جامعه
مدنی و جامعه فلسفی و جامعه فرهنگی و جامعه فکری می شود و او جامعه فکری است که می تواند که با سوالای خود، با پیشنهادهای خود، با بحث و مجادلات خود راه درستی برای پیشرفت معین کند. تشکر زیاد استاد. آنچه که ضرور بود شما توانستید در دوره یک مقاله و اون صحبتی که امروز کردید اون ارائه داشتید و باور داریم که بینندگان ما با همین همایشی که برگزار کردید به مناسبت به افتخار 1045 سالگی ابن سینا فیلسوف بزرگ جهانی گواهی آن است که تاجیکستان ما هم در مسیر حرکت علم مداری و دنیا مداری و هویت مداری است و باور داریم که در بحث های فلسفی همیشه در دایره های مدارسی متوسطه ما و در دایره های محیط دانشگاهی ما و حتی محیط تشکیلاتی و کاری ما هم ادامه می‌یابند و همین هنر پرسشگری و نقادی که ریشه در فلسفه دارد و در جهانبینی فلسفی دارد تداوم پیدا می‌کند و یک ملتی متمدن جهانی می‌شویم و باز به همون دوره‌ای که توانستیم که دغدغه فلسفه به جهانیان بدیم به همون دوره برمیگردیم. بار دیگر یادآور می‌شویم که در صحبت ما قرار داشتن دکتر بشیر عزیزی، پژوهشگری انستیتوت فلسفه، سیاست شناسی و حقوقی به نام بهاءالدین و اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان. رسیدیم به پایان برنامه. روزگاری خوش و بردوام و ایام بکام.